میگه یک پادشاهی بود، فرمان داد که برای من یک قصر تیار کنین. قصر را تیار کردن، تمامش میگه چنان یک قصر زیبایی بود که وقتی پادشاه میگه در داخلش میدرآمد هر یک آشیانش ساعتها تماشا میکرد. میگه دویم آشیانه برآمد تماشا کرد، سیوم آشیانه برآمد تماشا کرد و از همان تیریزه سیوم آشیانه میگه بیرون نظر کرد. نگاه کرد که یک خانه ویرانه در همون قطار همون قصر پادشاه ایستادگی بود. وقتی دید این خانه ویرانه را، این پادشاه ظالم در حال طبیعتش خیره شد. گفت این قصر مرا زیباگیش این خانه ویران کرده است، این خانه را در حال نابود کنین از پیش قصر من. میگه در حال همان خدمتگارهای پادشاه میگه پایان شدند. این خانه یک کمپیری بود، بیچاره برای تلبیدن بیرون شدگی بود، در خانهش نبود. آمدن میگه این نوکارهای پادشاه در حال همون چهاردیوالی کمپیر را میگه چپه کردن، در حال میگه روش کرده پرتافتن، در جاش میگه گلی بسیار انداختن تا که قصر زیبای پادشاه طبیعتی پادشاه خیره نشود. کمپیر میگه بیگاه آمد نگاه کرد که خانه همه چپه گردان کردگی. گفت این خانه مرا کی چپه کرد؟ گفتن همین پادشاه ظالم. این خانه تو مادامی که صورتش بیزیب بود، مادامی که در نزد قصر پادشاه ناخوب میتافت، پادشاه امر کرد خانه تو را ما نابود کردیم. کمپیر میگه همان قابچه نانی که تلبیده بود در یک جا گذاشت و دستش برداشت. گفت پروردگارا، گفت من در خانم نبودم، تو در کجا بودی؟ من که در خانم نبودم، این ظالم خانه مرا روش کرد، این خانه مرا نابود کرد، تو در کجا بودی؟ پروردگارا به داد من برس، امشب من در کجا خواب میکنم؟ میگه عرش الهی در جنبش در آمد. در حال میگه جبرائیل امین که 600 پر داشت، هر پرش دنیا را چپه میکند. فرمان داد، گفت این قصری که این ظالم ساخته است، جبرائیل بر تو فرمان از پایان شو و این را زیر زبر در زمین پرتاش. گفت در حال جبرائیل امین نه دیگر برای خداوند نه یک ترکیش ها لازم است بگیم، نه یگان یراقهای مستحکم لازم است. این جبرائیل خودش جواب دهنده همه یراقها هست. در حال میگه پایان شد. این قصر ظالم میگه برداشت در آسمان و در همون جای خودش میگه ناپدیدش کرد. این البته انشاءالله هر یک کدام مظلوم یک دسترسی دارد. به سوی خدا دعا کن، انشاءالله این گناه ریباخرا را خداوند از روی زمین گم میکند. السلام علیکم دوستان عزیز. بسیار تعریفات بسیار کرده است، لایق اینقدر تعریف ما نداریم. به خدا قسم شما فخر ما هستین، شما دیگر هستین. دو سوال دارم. سوال اول این است که یک شعری را بر من تحلیل کن. بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم، از این می و میخانه غرض چه هست؟ میبخشید داملا. در غزلیات های حافظ این مصرع های شعری میگذرد: بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم. این حضرت میگه که همینجا میخانه ذکر شده است. آیا همین میخانه چه است؟ آیا حافظ همین میخانه هایی که الحال فساد کننده جامعه ما و شما از همین میخانه است؟ عارفان میگویند در هر یک شعر، در هر یک مصرع هایی که می ذکر می شود، بر ما و شما میگویند. چی میگویند؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. شراب عشق نبود زاب انگور، آن شراب، آن می عشقی که ما در شعرهای خود یاد میکنیم، اونها آب انگور نیستن. میگه
شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب، این می که ما میگیم ایران با این طریق گلو نوشیدن میشود. از آن پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. این جام، این بکل و این استکان و دیگر چیزایی که الحال زبانهای ما و شما دا میگردد، اینایی که ما در شعرهای خود ذکر میکنیم، اینها این ظرفهایی که عرق نوشا می نوشند اینها نیست میگه. از این خاطر از آن معنی که عارف زلف گوید، اگر مبادایی که در یگان شعر ما و شما رو پروشیم به زلف، اگر زلف کند، این زلف ای به توفیقا نیست، بلکه چی است؟ از آن معنی که عارف زلف گوید، غرض در پیچ تابی هیچ موی نیست. اگر ما زلف گفتیم، این همون زلف های کج دادگی از موی ها عبارت نیست، بلکه همه اینها عشق الهی هستند. از این خاطر دادر عزیز، آن می و میخانه و دیگر شعرهایی که ذکر می شوند، اینها را شما هیچ و با این می برابر نکنید. حتی خود همین حافظ چی میگد؟ المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زی مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. آن می که در داخل خم است می حقانی است، می مجازی نیست. از می مجازی، این می که امروز تمام مردم دیوانه کرده است، این می حافظ چی میگه؟ از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این می که در خم، این می که خدا حرام کرده است، این فقط تکبری است. این همه ای مثال بگیم آزاردهنده اشیای دنیایی است. این می که ما میگیم، این می همش عشق الهی است. 2 یول 10 مهمان دارم، از خوجند می آیند. درباره آدم و چگونگی آدم صحبت می کردی. این صحبت را من در یک مولود از شما گوش کرده بسیار معقول شد. فکر میکنم که برای مهمان های من هم این بسیار پسند می آید. 2 یولش ای آدم زنده را تا 2 یول خیلی وقت است، لیکن ما جمعه دیگر در باب امام اعظم گپ میزنیم. صاحب مذهب هستند، شاید که 2 جمعه را بگیرد. اگر 2 جمعه را نگیرد، جمعه دیگرش انشاءالله در باب فضیلت آدم چی هست، آیا آدم خدا چی فضیلت داده است و برای چی در دنیا خلقش کرده است. انشاءالله صحبت بسیار خوب است. این برادر در کجای گوش کرده باشد، بسیار صحبت معقول است. انشاءالله به سمع شما میرسونید. السلام علیکم داملای عزیز. من در وقت اتحیات خواندن انگشت خود را برداشتم. امام بر من گفت که این مکروه است. من به او گفتم که در نماز جمعه سوال دادن، داملا گفت یگان باکی ندارد. به من گفت که از قفای من نماز میخوانی، به گپ من گوش کن. نباشد در قرآن یک آیت است، به تو میخوانم دیوانه میشوی. من به او گفتم امر معروف کن. به ما گفت که از شما 5 تنگه فایده نباشد. نماز شام در آمده جماعت میخونه و میرود. التماس به پورگی فهمونید. یکی از مخلصان شما خودش امام یک وقته باشد، همون آیت جماعت نمیخونه در قرآن که دیوانه خود شود. که خدا در قرآن چی میگه؟ خدا در قرآن میگه وقتی روز قیامت میشود سوره نون بخواند، همون سوره قلم بخواند، انا دیوانش میکند. من یک آیت میخوانم شما دیوانه میشین. درباره انگشت سبابه در قرآن آیت نیست، مکروه است، خودش مکروه است. کتابی هست در دست ما، مولوی محمود جان که از خیلی مولوی های بزرگی همین تاجیکستانی ما و شما است، ایشان نوردین جان دادرشان تزیین عبارات فی تحسین الاشارات، این کتاب علی قاری است. حضرت به فارسی گرداندنش، خودش حنفی مذهب است. همین حضرت در همین جا 36 حدیثی صحیح پیغمبر در باب برداشتن همین انگشت در وقت اتحیات حضرت ذکر کردگی هستند.
اگر علم داشته باشد، سواد داشته باشد، مرحمت همه حدیث ها را تماشا کند، خودش البته همش معین می شود. و من در خانه‌ام کتاب دارم از 12 جلد عبارت است که فقه الاسلام و ادلته، تاریخ امام اعظم خودش چخیل می برداشت، در همون کتاب ذکر شدگی است. یک روز یک جوانم در همین جا آمد، یک کتاب آورده است، لابد منه، یعنی ضروری هست گفتگی. همون لابد منه در همون متنش به زبان فارسی نویسنده است که کسی اگر انگشت سبابه را بردارد در وقت التحیات مکروه است. باز در بالای همین یک اشاره مانده است، یک رقم 4. بعد شهر دارم کتاب لابد منه. وقتی شهرش نگاه کردیم میگه در صحیح روایت درست است. ما با او جوان میگم که این در حواشیش یکمش ما گفتم با کتابت ما ایمان ندارم، این نویسنده استش، حدیث در پیش ما ساخته. یا دویمش که این کتابی که در حواشیش نویسنده است که در صحیح روایت برداشتنش جایز است، این چه کار کنیم؟ میگه اوش اعتبار نیست، همیش اعتباره. اوش کی نویسنده است؟ سوالای بی معنی، یک بگیم علم های ناکافی، ما هم که علم ناکافی است، لیکن همه حدیث ها برای ما و شما کفایت کننده است. کسی که میکند کردن بگیرد ثواب میگیرد، کسی نمیکند در همین مسئله خلل پذیر نشود، گناهکار میشود. هیچ کس غم نتین، کسی میبردارد نمیبردارد اینا در شما دخلدار نشید. همین ضررش بر ضرر همون کسی پرتوین که فتوا داده است. خدا همون فتوا دهنده را خود جزای نیک میتد، خود جزای بد میتد، همون ملا خودش میداند. از این خاطر شما این مسئله را نچسبین، زورتان به همون سواد نداریم، به همین چیزای علمی نرسین. اینجا حدیث ها ما بسیار نویساندم، وقت چون نیست اینجا سوالا بسیار آمدگی است، یک حدیث شما میخوانم. خود امام اعظم چی میگه؟ و اذا صح الحدیث و هو مذهبی، در کجایی که اگر حدیث صحیح بیافتین همون مذهبی من است. خود امام اعظم میگه. همین امام ما و شما ان شاء الله من جمعه دیگر در بابش به شما قصه میکنم. ان ابو هریره ان الرجل كان يدعو باصبعي فقال احد احد. میگه ابو هریره میگه یک جوان نماز میخوان، در حالت نماز خواندن در وقت التحیات هر دو چلیکاشو میبرداشت، یک چلیکش از این طرف، یک چلیک از این طرف. رسول اکرم از بالای سرش آمدن گفتن یک تشه بردار، یک تشه بردار. عملی هست که دیگر حدیث های پیغمبری خدا در این مسئله ما و شما دیگر شبهه نکنیم. السلام علیکم بابای حاجی، از شما پرسیدنی هم که از خواب در خیزی که آفتاب برآمده است، نماز بامداد را چه خواندن ممکن است؟ اگر از خواب ما و شما سحر میخیزیم در صورتی که آفتاب برآمده است، یعنی وقتی فرض و وقتی سنت از ما و شما الکی بیرون شدگی است، در این صورت ما و شما چگونه باید بخوانیم؟ در این صورت هم فرض هم سنت هر دوش میخوانیم، همچون وقتی نیت میکنیم خواندن بگیریم، هم فرض شا بخونین هم سنت شا. السلام علیکم داملای عزیز، یک چند نفری است که میگویند که ما نماز شب داریم و دیگر عبادت ها ما بیشک داخل جنت هستیم، آیا این گونه فکر خطا نیست؟ یعنی بعضی برادرای هستند که در اصل یعنی ممکن یگان نازیدن دارند، ممکن یگان بلند هوایی دارند که ما مثال نمازهای شب داریم، یا ما مثال عالم هستیم، یا ما موعظه داریم، یا ما تسبیح داریم و دیگر نمودهای عبادت داریم، ما البته داخل جنت میشیم. حدیثی بر شما میخوانم، از همین خطان خلاصه برارید. ابو هریره روایت میکند قاربو و صددو، پیغمبر گفتن نزدیک شوید، یعنی به خدا نزدیک شوید، و صددو حقیقت طلب کنید. واعلموا ان لا ينجو احد منكم بعمله قال وانت يا رسول الله ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه و فضل. پیغمبر خدا گفت بدانیم به درستی این که عملهای شما را نجات نمیده، عملهای شما را نجات نمیده. صحابه خیز پیغمبر خدا شما را هم عمل شما نجات نمیده؟ گفت نه، مرا هم عمل من نجات نمیده.
مگر این که اگر رحمت خدا شما را فرا نگیرد شما بر عملهای خود ننازید. اگر رحمت خدا بالای شما نیاید شما را عملهای شما دستگیر شما نمی شود. از این خاطر حافظ میگوید غافل مباش مرکب مردان مرد را، در سنگلاخ وسوسه پیها بریده اند. ناامید هم مباش که رندان بادنوش با یک خروش هم به منزل رسیده اند. بسیاری آدم هایی بود که تا نیمه راه آمده میگد ایمان از دست دادند و بسیاری کسانی بود که قریب نصف حیات خود به غافلی گذرانیدند. در دم آخر خدا اونها را نصیب ایمان گردانید. مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. البته مردن مسلمانی اعتبار است. ما خاتمه را فکر کنیم. ما الحال عملهایی که داریم به اینها ننازیم. خدا داناست که این عمل ما و شما عاقبتش چی می شود. عاقبت اعتبار است. این عمل اعمال بخواتیمها پیغمبر میگه. این از جز از این نیست که عملها را خاتمش اعتبار است.